مادر رو بر حق فرشته گفتند و نیز بزرگان گفتند که اگر خدا بودی پس از خدا مادر بودی، زیرا مادر هم آفریننده است، خدا هم آفریننده است. ولی از نگاه من مادر این یک نور و صفای خاندان، برکت خاندان است. و پیش از آن وقتی کلمه مادر به یادم می آید، سراول پیش نظر من گویا که یک تنوری تصفان، یک نان گرم سرخ پیش نظر من. برای من مادر این نان گرم است. مادرم همیشه نصیحتگوی ما بودن، هرچند پدر و مادر برابر در تربیت ما سهم داشتند، ولی پدرم که گویا مرد صحرا بودن، در تربیت ما مادر بیشتر سهم داشتند. و مادرم همیشه یک چیز القا میکردم که همیشه بچه‌م راست رو، راست میگرد و در راه زندگی همیشه با نصیحت پدر و مادر گوش دید. مادرم همیشه در یاد من بودن، فقط میگفتن بچه‌م کی میایی، بچه‌م کی میایی. و حتی دادر خواهرانم هم میگن که همیشه در یاد تو. ما یک عادت داریم، خصوصا ما مردم شرق یک عادت داریم، مادر رو دوست می‌داریم ولی کلمه بچه جان من تو رو ناز می‌دارم یا من تو رو دوست می‌دارم گفتن نمی‌تونم. امروز که همین گنج از دست رفت، همیشه میخوای بگی چرا من نگفتم مادر من تو رو ناز می‌دارم. اشک غم، اشک بی‌درمان و مرگ مادر یا که از دنیا رفتن مادر، این درد است که درمان ندارد. مادران همیشه آرزوگویان و دعاگوی فرزندانند. بسیاری ها میگن که مادر چند ساله وفات کرده، میگم 86، میگن عمری نزد است. برای فرزند مادر، پدر و 100 درصد به 1000 درصد هم هیچگاه نمیگویی که مادری من عمری خوب دید یا عمری زیاد دید. مادران همیشه در یاد فرزندان زنده اند. مادران همیشه نصیحتگو بودند، دعاگوی ما فرزندان بودند. اون چیزی که امروز حاضر مثلا اگر بگم که من فلان چیز رو با فرزندان القا میکنم که بیبیتون همین گفت، هنوز راستش در این مورد فکر نکردم و فرصتی، چون مادرم به نزدیکی فوت کرد، حتی فرصتی در این باره فکر کردن هم نداشتم. مادران همیشه فرشته بودند، فرشته میمانند. بگذار مادران همیشه چراغ خاندان، نور بخش زمین و زمان و آرزو پروری فردای جامعه میمانند. مادران البته فرشتند، بی گفتگو فرشتند. بعد از خدا این آفریننده مادر است که می آفرد. دیگر قدرتی نیست که انسان آفرد و یا چیزی آفرد. شادراییشان، پر حکمت بودنشان، همیشه با تحمل گپ زدنشان و گفتنشان که بچه‌ام هیچگاه به کسی بدی نکن و از کسی گمانبر هم نشو. من ظاهراً و پدرم مانند هستم، ولی از جهت باطنی تینت همه برادران میگن که با مادر سخت مانند.